زن من داره یک حادثه قریبتر رو رقم میزنه متاسفانه. او داره همزمان تلاش میکنه مرد باشه، اما چون زنانگی رو دوست داره میخواد زنانگی رو هم از دست نده. پس باید سر کار بره، باید استقلال مالی داشته باشه، باید تحصیل بکنه، همزمان باید خوشگل و خوشقیافه و جذاب و دوست داشتنی و دلربا و طناز هم باشه. و از همه مهمتر نقش مادرانگی، نقش همسری شوان باید در خانه و خانواده به خوبی اجرا بکنه. این بار رو شما رو دوش هر ابر انسانی بگذاری خورد میشه. همه فکر میکنن که آقایون از خانوما قوی ترن، اصلا اینطور نیست. خانوما بسیار از آقایون قوی ترن، بسیار. نصف شب پاشی، الان سر این تایم باید به بچه شیر بدی، الان باید پاشی جاشو عوض کنیم، همه چی رو انقدر آره خونه رو انجام بدی، بعد لا 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 لا. ان شاء الله یه روزی میشه که ما به درک کاملا درست و شعور کافی از زنهای